فرمایید که برای ریزش مو چه گیاهداری مفید هست که ریزش نکنه، متوقف بشه؟ بهترین داروی طبیعی حاج آقا، حنا را، پودر حنا را در جوشانده گل بابونه بخیسانم. بله. گل بابونه رو تو آب بجوشونم، آبش صاف کنم، ولرم که شد حنا رو درش بخسونم. حالا یکی از رنگ حنا خوشش میاد، همین حنای با رنگ، یکی خوشش نمیاد حنای بی رنگ، هر دوش میفروشه. نیم ساعت تا 2 ساعت قبل از حمام به سرشون بزن، جلوی ریزش مو رو سریع میگیره، به گونه ای که ما مو رو بکشیم از ریشه در نمیاد. ماهیچه‌های حلقویه دور هر تار مو حالت الاستیکش برمیگرده، تار مو رو محکم نگه می‌داره. خب اینو باید در طول روز یه بار استفاده کنن؟ بله هفته‌ای مثلا چند بار میریم بنده خدا حمام، مثلا 1-2 بار. بله. نیم ساعت تا 2 ساعت قبل حمام به سرشون بزن. بله.